به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم فرشته های روی زمین. سلام بر شما دوست رو یکان. خوبید؟ سلامتیتون خوب است؟ انشاءالله که همیشه خوب و خوش باشید. اینجا رادیو مهر، صدای کودک. شهنازه هستم. امروز برایتان یک قصه جالب و آموزنده دیگری آوردم. آماده اید تا قصه رو بشنوید؟ پس شروع میکنیم. بود نبود عنکبوت روی درختی توت بازی میکرد. چشمش به یک کرم ابریشم میافتید. کرم ابریشم پله میبافت. عنکبوت با اینکه سر بود میخواست کرم ابریشم را بخورد. دستهایش را نزدیک برد تا او را بگیرد. یک دفعه کرم گفت کاری داشتید؟ عنکبوت گفت نه. کرم مشغول بافتن شد. عنکبوت فکر کرد کاش میشد او را به طرف دامش بکشد. دام از کرم خیلی دور بود. کرم دوباره نگاهش کرد و گفت هنوز که اینجا هستی؟ کار و زندگی نداری؟ عنکبوت نقشه کشید و گفت امروز هر کاری میکنم تارم نمی آید. می شود به من کمی تار بدهی؟ کرم ابریشم بافتنش را بس کرد. با چشمهای سیاهش به عنکبوت نگاه کرد. عنکبوت گفت باور کن. کرم ابریشم دوباره مشغول بافتن شد و گفت چرا باید به تو تار بدهم؟ عنکبوت بی‌تار گفت خب ممکن است یک روز تو هم تارت تمام شود، آن وقت من به تو تار می‌دهم. کرم ابریشم باز به چشمهای عنکبوت نگاه کرد و گفت به یک شرط. عنکبوت بی‌تار گفت چه شرطه؟ کرم ابریشم گفت به شرطی که مثل من ببافی. عنکبوت با خودش گفت تار را که بافتم او را داخل تار میکشم و میخورم. بعد گفت هرچی تو بگویی کرم ابریشم، باشه. مایلش. کرم ابریشم سر یک تار را به عنکبوت داد. عنکبوت تار را از برگ به برگ دیگری چسبانید. کرم ابریشم گفت آن طرف نه، باید مثل من ببافی. عنکبوت بی‌تار گفت مایلش مثل تو میبافم. کرم گوشه از شاخه را نشان داد و گفت از این گوشه به آن گوشه. عنکبوت تار را به یک گوشه چسبانید. از این گوشه به آن گوشه، از این طرف به آن طرف. کرم ابریشم میگفت هی، حالا این طرف، حالا اون طرف، آن طرف، حالا چپ، حالا راست. عنکبوت با دو دستش زود میبافت. این طرف و آن طرف، چپ و راست. کرم بالای سرش آمد و گفت حالا بالاتر. عنکبوت کرم را مسخره میکرد و میگفت حالا بالاتر. کرمی بی‌خاصیت. کرم ابریشم گفت چیزی گفتی؟ عنکبوت از میان تارهای ابریشم به کرم نگاه کرد و گفت گفتم که تمام شد.
کی تمام می شود؟ کرم گفت بله تمام شد. عنکبوت خوشحال شد. یک توپه از ابریشم بافته بود و بالایش نشسته بود. دست و پاهایش مابین تارها ماند. گفت هی کرم ابریشم، کمکم کن بیرون بیایم. عنکبوت دستهایش را نزدیک برد تا وقتی که کرم ابریشم آمد او را به داخل بکشد و بخورد. از میان تارها نگاه کرد. کرم ابریشم روی برگ‌های توت نشسته بود و نمی جنبید. عنکبوت می‌خواست کمی بیرون بیاید. نمی توانست پاهایش را راحت حرکت بدهد. عصبانی شد و داد می‌زد. مگر با تو نیستم؟ به تو میگویم من را از اینجا بیرون بیار. کرم ابریشم آرام آرام به سراغ پیله‌اش رفت و دوباره مشغول بافتن شد. عنکبوت گفت با تو هستم، هی! کرم ابریشم بدون اینکه نگاهش کند گفت یک مدت همانجا بیمان. بد نیست، شاید تو هم یک روز پروانه شدی. بچه‌های عزیز، کرم ابریشم از نقشه عنکبوت با خبر بود. برای همین با او کمک نکرد و او را در دام خودش انداخت و با خیال راحت مشغول بافتن پیله‌اش شد. بله بچه‌های عزیز، این بود داستان امروزه ما. امیدوارم خوشتان آمده باشد. تا داستان و قصه های بعدی شما را به خدا یکتا می سپارم. خدایا رو نگهدار. خداحافظ.